عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان گرامی کانال دکتر برق. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. قبل از ادامه ویدیو حتما کانالمون لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستای خودتون هم معرفی کنید. بدون معطلی بریم سراغ ادامه آموزشامون. در جلسه نهم در خدمت شما هستیم با آموزش جریان‌های AC. می‌خوایم بررسی کنیم جریان AC چیه، جریان DC چیه، فرکانس چیه، زمان تناوب، طول موج و در نهایت می‌خوایم سه‌فاز برای شما کامل شرح بدیم. خب حالا شروع می‌کنیم. من این مطلب رو اینجا می‌نویسم که یادمون نره می‌خوام درباره چیا حرف می‌زنیم. کسایی من بعضی وقتا از کاد میرم بیرون، حالا کسایی که خواستن تخته رو داشته باشن اسکرین شات بگیرن میتونن هم تخته رو داشته باشن. خب حالا بریم از جریان‌های AC شروع کنیم ببینیم AC اصلا به چه معنی هستش. خب جریان AC یا همون جریان AC که اینطوری نمایشش میدیم مخفف دو تا کلمه است. مخفف آلترناتیو کارنت. آلترناتیو به معنای متغیر و کارنت به معنای جریان هستش. اینا کلمات لاتین هستن که به معنای جریان متناوب. خب جریان متناوب ببینیم منظور چیه. خب ما برای اینکه جریان متناوب رو درک کنیم باید بریم سراغ نمودار. دوستان دقت کنید، اگه این محور ایکس هامون باشه، محور ایکس ها یا ارز هامون باشه، این محور طول ها یا ایگرگمون باشه، اینو میذاریم ولت بر حسب ولت، اینو بر حسب تی بر حسب ثانیه میذاریم. خب اگر ما جریان های AC رو بررسی کنیم، ولتاژ این حالتی رو خواهد داشت، این چنین حالتی رو خواهد داشت. دقت کنید، این موجو بهش، این شکلی من کشتم بهش میگن شکل موج سینوسی. مشهوره تو برق بهش میگیم شکل موج سینوسی. ما شکل موجای متنوعی داریم، مثل شکل موج مربعی، دندان اره‌ای، پله‌ای، ولی مهمترین و به اصطلاح میشه گفت که به قول معروف ترینش همین موج سینوسی هستش. خب اونایی که ریاضی بلدن، اگه من بهشون بگم این نمودار رو برای من تحلیل کن، براشون خیلی آسون و راحت هستش. حالا اونایی که ریاضی بلد نیستن و اصلا از اول هم خوششون از ریاضی نمی اومد، ولی الان ما براشون توضیح میدیم که به چه صورت هستش. خب بیا بریم بررسی کنیم. این محور زمان است. فرض کنید 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه، 4 ثانیه، 5 ثانیه، 6 ثانیه، 7 ثانیه، همینطوری میره جلو، کاری نداره. خب تا بی‌نهایت من این نقطه رو در نظر میگیرم، میام اینجا عمود میکنم به محور ایکس ها و همچنین محور ایگرگ ها. خب الان این میخواد چی رو به ما بگه؟ میگه آقا در این زمان، حالا زمان هر 1 ثانیه 2 ثانیه کاری ندارم، میخوام مفهوم رو درک کنید. این فرض کنید 1 ثانیه باشه. در 1 ثانیه مقدار ولتاژ، 1 ثانیه اول مقدار ولتاژ مثلا میگم این پیکش مثلا 220 باشه، در این زمان مثلا میگم مثلا 100 ولته، اینجا مثلا میشه 120، اینجا مثلا میشه 200، اینجا مثلا میشه 220 تا به قله میرسه. این قله زمانی که ما میگیم 230 ولت، میخوام اینو بهتون بگم، مفهوم متناوب ترک کنید. یعنی متناوب یعنی چی دوستان؟ یعنی مقدار، دقت کنید به حرفم چی میگم، یعنی مقدار و جهت این جریانی که ما داریم تو AC متغیر هستش. دقت کردید پس چی شد؟ یعنی مقدارمون ثابت نیست. مثلا وقتی ما میگیم 230 منظورمون اون نیست که مثلا همیشه 230 ولت ما اختلاف پتانسیل داریم، نه خیر، ما فقط در یک نقطه قله که بهش میگیم وی ماکس یعنی ولتاژ ماکسیمم ما 230 رو داریم. البته ولتاژ مؤثر و ولتاژ متوسط هم وی آر ام اس هم داریم، حالا کاری به اون ندارم، نمیخوام بحث زیاد تخصصی کنم، فقط در همین حد بدونید که به این قله که بیشترین مقدار ولتاژ قرار داره بهش میگیم وی ماکس یا وی ماکسیمم، ولتاژ ماکسیمم بیشترین مقدار خودش. خب حالا دوباره نمودار میاد پایین، همینطوری ولتاژ کاهش پیدا میکنه، میرسه به اینجا کاهش پیدا میکنه، دوباره کاهش تا اینجا به 0 میرسه. دقت کردین؟ هر نقطه روی محور ایکس ها ایگرگش معادل 0 هستش. پس الان ما هیچ مقدار ولتاژ اینجا نداریم، درسته؟ هیچ مقدار ولتاژی نداریم. خب طبق قانون فیزیک شما میدونید دیگه، کسایی که فیزیک میخونن، زمانی که ما از 0 عبور میکنیم جهت حرکتمون عوض میشه
ما از صفر عبور کردیم و جهت حرکتمون عوض شد. اینجوری نگاه نکنید جهت حرکتمون میگیم پایین بیاد، جهت حرکت کاملا عکس شده. خب دوباره از طرف منفی شروع میکنه به قول معروف مقدار داره. خب الان پیک رو بررسی میکنیم، نگاه کنید. این مثبت 230 ولته، این منفی 230 ولت هستش. خب این نموداری که من کشیدم خدمتون برای شما تحلیل کردیم به چه صورت است. یعنی ولتاژ متناوب عرض میکنم AC در طول زمان مقدار ثابتی نداره. در طول زمان این مقدار ولتاژ کم و زیاد میشه، در دو جا صفر میشه. نگاه کنید. خب قبل از این سیکل هم تعریف کنیم، ببینید ما به چی میگیم سیکل. دوستان دقت کنید، این موج این حرکت رو انجام داده، این دوتا قله رو ما بهش میگیم یک سیکل. دقت کنید، یک سیکل. خب این یک سیکل، این شکل موجی که الان شما دارید میبینید این یک سیکل رو طی کرده، شامل دوتا قله هستش، یه قله بالا یه قله پایین، یه قله تو قسمت مثبت یه قله تو قسمت منفی نمودار قرار میگیره. خب اگه شما بدیدی متوجه خواهی شد که دو تا نقطه صفر دارید. دقت کردید اینجا ولتاژ صفر شد. میخوام اینو بهتون بگم، ما در شکل موج DC که همون شکل موج AC ببخشید، همون alternative currents، جریان های متناوب، یعنی ولتاژ ما صفر میشه. پس دقت کردید چی شد؟ یعنی ما وقتی میگیم 230 ولت AC در واقع مشهور به برق شهری. شنیدی میگیم برق شهری یعنی چی؟ یعنی اما AC دیگه، alternative، اونا متغیر هستن. دقت کردید چی شد؟ شکل موجش به این صورت هستش، به خاطر اون بهش میگیم برق شهری. خب این از بحث این سیکله. خب حالا من لازمه فرکانسم برای شما یه توضیح بدم، بعدا میام یه بحث خیلی قشنگ و جالبی هم خدمت شما عرض خواهم کرد. خب دوباره از اول نمودار رو بکشیم، شروع شد. خب این نمودار باشه، گفتیم این محور x رو میذاریم t، محور y رو میذاریم v. این بر حسب ولتاژ، این بر حسب زمان هستش. خب زمانی که شکل موج اینطوری هستش، شکل موج یعنی ولتاژ کم 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 داره میره به یه نقطه میرسه، اون نقطه رو ما میگیم 230. دقت کنید 230 ولتاژ ماکسیمم در واقع ما میگیم 230. گفتم ولتاژ اینجا داریم، یه ولتاژ دیگه بهش میگیم ولتاژ مؤثر متوسط، کاری ندارم، وی ماکس هم بهش میگیم. خب حالا اینو گفتیم یه سیکله، این یک سیکل کامله. میخوام بحث فرکانس رو برای شما اینجا مطرح کنم چون لازمتون میشه. خب ببینید فرکانس چی هست؟ خیلی اسمش رو شنیدید. فرکانس یعنی تعداد سیکل های، دقت کردین؟ این گفتیم یه سیکله، یک سیکل هستش، یعنی تعداد سیکل های پیموده شده در یک ثانیه. اینو حتما دقت کنید. پس فرکانس چی شد؟ فرکانس رو با F نشون میدیم، واحدش هرتز هست. هرتز هم به افتخار همون دانشمندی که روی اینا کار کرد و واحدش رو گذاشتیم هرتز. خب فرمولش به این صورت است: F مثل است و 1/T. زمان تناوب. الان زمان تناوب بهتون میگم به چه صورت هستش. خب شما اینو بدونید. پس فرکانس چی شد دوستان؟ با زبان خیلی خیلی ساده، تعداد سیکل های پیموده شده در مدت زمان یک ثانیه. به این یک ثانیه ها خیلی خوب دقت کنید. ما تو بحث جریان هم داشتیم، گفتیم یک ثانیه تو برق ثانیه خیلی مهمه. این یک ثانیه ها خیلی مهمن، اینا رو در نظر داشته باشید. خب ما نمیگیم تعداد موجهای پیمود، شکل موجهای پیموده شده یا اون سیکل‌های پیموده شده در مدت زمان مثلا 4 ثانیه، این حرفا نمیزنیم. میگیم در مدت زمان، حتما مدت زمان باید یک ثانیه باشه. خب حالا اینو فهمیدیم که این موج مقداری داره، به قول معروف در هر زمان یه مقداری داره. یعنی در تو اینو اگه بخوایم از معادلات دیفرانسیل حل کنیم، این dx رو بخوایم حساب کنیم، مقدار رو لحظه‌ایش هم میتونیم ما، یعنی ولتاژ لحظه‌ای هم از طریق معادلات دیفرانسیل مشتق گیری و دیفرانسیل میتونیم حساب کنیم که چقدره. حالا اون موضوع بحث شما نیستش. خب این از این موضوع. حالا فهمیدیم که فرکانس چی است، یعنی تعداد سیکل های پیموده شده در مدت زمان 30 ثانیه، در مدت زمان 1 ثانیه ببخشید. خب F مساوی است با 1/T. حالا اینو تعریف کردیم، دوباره شکل موج رو بکشیم. خب این T باشه، این هم V باشه. خب حالا میخوایم ببینیم T چیه.
دوباره حرف من دقت کنید. پس فرکانس چی شد؟ تعداد سیکل های پیموده شده در مدت زمان 1 ثانیه. حالا فرکانس چیه؟ اینو فرکانس گفتیم. حالا زمان تناوب چیه؟ زمان تناوب میگه مدت زمانی، دیگه بحث ثانیه مطرح نیست اینجا، میگیم مدت زمانی، حالا هر چی شد، مدت زمانی که طول میکشه تا یک سیکل کامل بشه یا یک سیکل پیموده بشه. دقت کنید، حالا این زمان ممکنه 0.02 ثانیه باشه، 0.2 ثانیه باشه، هر چی باشه، اینجا دیگه ثانیه مهم نیست. فرمول پس چی شد؟ بخوایم فرکانس، اگه ما زمان تناوب داشته باشیم، 1 رو تقسیم بر اون زمان تناوب کنیم، فرکانس رو به ما میده. فرکانس برق ایران، شبکه برق ایران با 50 هرتز هستش دوستان، فرکانس 50 هرتز. پس یعنی خب اینو بهتون بگم، 50 هرتز یعنی چی؟ یعنی 50 سیکل رو در 1 ثانیه طی میکنه، هر سیکل هم 2 بار ولتاژ 0 خواهد شد. پس میخوام یه نکته رو بهتون بگم طلایی. از این 2 تا نقطه نتیجه میگیریم که این لامپی که بالا سر شماست در 1 ثانیه 100 بار قطع و وصل میشه. این حالا شاید تعجب کنی که ببین چرا این قطع و وصل میشه؟ به دلیل همین وجود فرکانس هستش. ما تو AC فرکانس داریم، تو DC فرکانسی وجود نداره. فرکانس رو ما بحثای تو AC مطرح میکنیم. خب یعنی زمانی که این شکل موج همینطوری داره میره بالا، همین میره، در 1 ثانیه 50 بار 50 تا از این سیکلا رو طی میکنه و هر سیکل هم 2 بار این ولتاژ چی میشه؟ 0 میشه. یعنی این لامپی که بالا سر شماست 100 بار در 1 ثانیه قطع و وصل میشه. ولی چون اینقدر سرعت زیاده که شما این قطعی رو اصلا به چشم نمیبینید. فقط کجا میتونید ببینیدش؟ دقت کنید، این آزمایشی که میگم انجام بدید. اگه شب باشه، خب دقت شاید کرده باشید، اگه شب باشه و برید خارج از شهر، مثلا 3 4 5 کیلومتر 10 کیلومتر از شهر که فاصله بگیرید، اگه شب باشه لامپ‌های معابر روشن باشن، شما یه تکون‌های ریزی توی این نورهای چراغ به قول معروف شهر می‌بینید. اینا چیه؟ همون قطع و وصل است. وقتی شما ازش فاصله میگیری میتونی یه ذره احساسش کنی، وقتی جلو هستی اصلا نمیتونی احساسش کنی. دیگه گفتم تو 1 ثانیه 100 بار قطع و وصل میشه، به حد زیادی که اصلا به قول معروف هیچ دوربینی هم نیست فریم بخواد از این فیلم برداری کنه که مثلا به ما نشون بده. اگه 1000 برام سرعتش کم کنید شاید بتونیم این قطع و وصلی رو ببینیم. پس چی شد؟ فرکانس یعنی تعداد سیکل های پیموده شده در مدت زمان 1 ثانیه. فرکانس برق ایران چون 50 هرتز هستش، پس تو 1 ثانیه یعنی 100 بار قطع و وصل خواهد شد و این قطع و وصلی رو به قول معروف یکی از معایب سیستم های AC هستش که ولتاژمون قطع و وصل میشه، یعنی همیشه اون مقدار توان رو ما به شبکه نمیدیم. اما از یه طرف یه خاصیتای دیگه هم داره، حالا بعداً جلوتر بحثش رو خواهیم کرد. پس فرکانس رو گفتیم. زمان تناوب چی شد؟ یعنی مدت زمانی طول میکشه تا یک شکل موج کامل بشه. حالا دیگه ثانیه اینجا مطرح نیست، هر مدت زمانی. این مدت زمان اکثرا مثلا تو برق ایران اینا کمتر هستن، مثلا 200 ثانیه، نمیدونم 2 ثانیه، اینجور چیزا هستن. خب دقت کنید، مثلا فرکانس برق کشورمون بر اساس 50 هرتز تنظیم کردن. ممکنه یک کشور دیگه مثلا 60 هرتز باشه، ممکنه 100 هرتز باشه، ممکنه 500 هرتز باشه، ما کاری نداریم. پس دقت کنید شما وقتی که وسیله رو استفاده میکنید حتما دقت کنید روش نوشته، اگه لاتین باشه F مینویسه مثلا F 50 هرتز، یا اگه فارسی باشه مینویسه فرکانس 50 هرتز، یعنی این دستگاه در این فرکانس کار میکنه. اگه فرکانس کمتر یا بیشتر از این مقدار باشه این دستگاه آسیب میبینه و نمیتونه کار کنه. پس کشورهایی که مثلا میخوان یه وسیله تولید کنن و صادر کنن به یک کشور دیگه باید به مبنای فرکانس شبکه برق اون کشور این دستگاه الکترونیک رو درست کنن. دقت کردین پس چی شد؟ اینم از بحث فرکانس، زمان تناوب و این شکل موج. خب حالا بریم سراغ جریان‌های DC دایرکت کارنت ببینیم اینا چی هستن. جریان DC اینا مخفف دایرکت کارنت. دایرکت که دیگه همتون تو ماشاءالله وارد هستید، تو اینستاگرام دایرکت بحثشو میکنید مستقیم، همینه دیگه. دایرکت کارنت، دایرکت به معنای مستقیم، کارنت هم که به معنای همون جریان هستش. خب حالا میخوایم ببینیم شکل موج این DC چجوریه. نگاه کن دوستان، شکل موج این DC دوباره همین محور رو T در نظر بگیریم، اینم به محور V، اینم بر حسب ثانیه، اینم بر حسب ولت، اینجوری هستش دوستان. دقت کردید پس شد
الان من تو هر ثانیه که بخوام اندازه بگیرم مقدار ولتاژ ثابت هست و دیگه مثل اون متغیر نیست. مثلا 230 باشه همواره همیشه همون 230 دیگه کم یا زیاد نمیشه. اینجا دیگه فرکانس صفر هستش، یعنی ما اینجا اصلا فرکانسی نداریم. در واقع فرکانس رو ما اصلا تو بحث جریان های دی سی به کار نمیبریم، واژه فرکانس اصلا به کار نمیبریم. پس این شد از دی سی. خب حالا اینجا مطمئنم اگه ذهنای کنجکاو باشه و علاقه‌مند به برق باشن اینجا چندین تا سوال براشون پیش میاد. حالا این سوالا من میذارم تو کامنت ها بهتون پاسخ میدم که شما یه خورده کنجکاو بشین درک کنید، براتون سوال بشه، شاید خودتون هم جوابش رو پیدا کردین. خب حالا به نظرتون ما وقتی که همچین مزایایی داریم، مثلا قطع و وصلی نداریم، چرا نمیایم جریان رو به صورت دی سی تولید کنیم؟ حالا یه راهنماییتون هم میکنم تو جلسه بعد، حالا انشالله اگه کامنت ها زیاد بود در رابطه با این من جواب خواهم داد. خب حالا دی سی چرا ما نمیتونیم جریان دی سی رو؟ اولا یه راهنمایی بکنم، ما جریان دی سی رو نمیتونیم مستقیم تولید کنیم، اینو در نظر داشته باشید. حالا میگم نمیشید، خیلی تخصصی داره، یه دستگاهی رو درست کردن حالا تو برخی از کشورها که میتونه جریان دی سی هم مستقیم تولید کنه، اونو کاری بهش نداره. فرض کنید شما همچین چیزی وجود نداره، خب جریان دی سی رو نمیتونیم، ولی چرا ما مگه سرمون درد میکنه بریم جریان متناوب تولید کنیم؟ هر کس تونست به قول معروف ذهن کنجکاوی داشت و خواست در این باره بدون دلیلش چیه کامنت برامون بذارید، من در ادامه میگم انشالله. اگه هم نذاشتین من خودم حالا یه راهنمایی میکنم براتون که قضیه به چه صورت هستش. خب این از بحث دی سی. یعنی پس دی سی چی شد؟ در جریان های دی سی این منبعش چجوریه؟ منبع باتری منبع دی سی یو پی اس، همین یو پی اس هایی که ذخیره ساز موقت دارن، مثلا یو پی اس دیگه اسمش رو شنیدین، یعنی برق اضطراری. اینا کلا و تماما برق به قول معروف جریانشون دی سی هستش. ما یه دستگاهی رو داریم بهش میگیم اینورتر. دوستان اینورتر ما توانایی اینو داریم که جریان‌های AC رو به DC تبدیل کنیم و برعکس DC رو به AC تبدیل کنیم. این توسط یک دستگاه الکترونیک به نام اینورتر انجام میدیم. هم میتونیم این دوتا رو به هم نسبت به هم تبدیل کنیم. خب زمانی که ما UPS مثلا میگم یه باتری داریم میخوایم مثلا یخچال خودمون رو باهاش روشن کنیم، این برش دیسیه ولی یخچال خود ما AC نیاز داریم، پس میام از این اینورتر استفاده میکنیم، اینو تبدیل میکنیم به AC، بعد استفاده میکنیم. یه جای AC میخوایم باتری رو شارژ کنیم باید DC تبدیل بشه، دیگه نمیشه که AC اینا رو شارژ نمیکنه در واقع. خب حالا این بحث جریان‌های AC و جریان‌های DC. پس جلسات قبل کلی در رابطه با روش‌های تولید انرژی حرف زدیم و این داستانا همشون AC تولید میکنن. دوستان اصلا ما خروجی ژنراتور رو نمیتونیم به هیچ عنوان DC داشته باشیم. حالا برخی از دوستان ممکنه سوال براشون پیش اومده باشه، بگن خب دینام ماشین رو ما داریم خروجیش دیسیه. یا کنید دوستان شما توجه نمی‌کنید، اصلا هیچ ژنراتوری نداریم که بتونه خروجی دیسی رو مستقیم به ما بده. خروجی AC رو میده، اینجا یه مدارهای الکترونیکی داره، این AC رو مستقیم به DC تبدیل می‌کنه. شما اینو نمی‌بینید، خروجی اینو مشاهده می‌کنید میگه دیسیه، میگه پس این ژنراتور داره DC تولید می‌کنه. هرچند ژنراتوری به قول معروف نداریم که مستقیم بخواد برق DC رو تولید کنه. خب حالا کاری نداریم، گفتم حالا استثنا هم داریم، حالا علم انقدر پیشرفت کرده حالا یه سری رو درست کردن میگن حالا میشه برق دی سی هم تولید کرد، ولی خب حالا ما در رابطه باهاش حرفی نمیزنیم. خب این بود از جریان‌های AC، جریان‌های دی سی. فرکانس رو گفتیم، زمان تناوب هم گفتیم. حالا میریم سراغ طول موج. طول موج هم یه بحث خیلی قشنگ و شیرینی هستش. نگاه کنید دوستان، این یه سیکل رو در نظر بگیرید، یه سیکل یک موجه. نگاه کنید ما امواج رو بررسی میکنیم، دیگه گفتیم ما تو برق تماما بر اساس مباحث فیزیک و ریاضی پایه گذاشتیم. اینا کلا مباحث ریاضی و فیزیک هستش. اگه دیدین یه جایی حالا زیاد براتون به قول معروف خوب درکش نمیکنید، من سعی میکنم به زبان ساده بگم، ولی اگه یه جایی درکش نمیکنید واقعا مربوط میشه به بحثای دانستنی‌های ریاضی و فیزیکتون. حالا من کاری ندارم، بریم انشالله که من سعی میکنم خیلی واضح براتون توضیح بدم. خب طول موج ما به چی میگیم؟ نگاه کنید گفتیم این یک سیکله. خب این سیکله یه طولی هم داره، نگاه کنید یه طولی هم داره. این طوله واحد طول در SI متر هستش دوستان. ولی ما چرا طول موج ما لامدا نشون میدیم، ولی چرا ما تو طول موج نمیگیم متر، میگیم نانومتر.
خب به این دلیل که این طول موج به حدی ریزه، انقدر ریزه که دیگه 1,000,000 بار کمترش میکنیم. یعنی میایم میگیم نانومتر nm، یعنی نانومتر مثلا میگیم طول موج مثلا 400 نانومتر، طول موج مثلا 700 نانومتر، طول موج 1000 نانومتر، هرچی شد. ولی این طول موج خیلی داستان قشنگی داره. بذار بهتون بگم، حیفم بیاد نگم. نگاه کن دوستان، وقتی که ما بیشتر وارد علم میشیم، بیشتر میریم جستجو میکنیم، بیشتر جهان هستی رو میشناسیم، بیشتر باید به وجود خدا پی میبریم، به قدرت و عظمت این پروردگار پی میبریم. حالا به چه صورت؟ نگاه کنید دوستان، زمانی که اومدن طول موج کشف کردن، دونستن که این موجه یه طولی داره و این طوله رو اومدن بررسی کردن و امواج خیلی بحثای به قول معروف خوبی داره. از امواج خیلی چیزا رو ما کشف کردیم. از امواج خیلی مهم هستن. امواج رو ما با چشم نمیتونیم ببینیم. دوستان دقت کنید، پروردگار ما به حدی بزرگ و عظیم هستش. نگاه کنید، همیشه میگن به چشمای خودتون اعتماد کنید، ولی برخی اوقات این چشم ما، یعنی خیلی از اوقات ما هر چیزی رو نمیتونیم با این چشمامون ببینیم. دقت کردید چی شد؟ یعنی چشم انسان قادر به دیدن تمام اجزای این جهان هستی، این کیهان نیست. چرا نیست؟ نگاه کنید، گستره دید انسان بین 400 تا 700 نانومتر است. یعنی ما میتونیم چیزایی رو ببینیم که طول موجشون بین 400 تا 700 نانومتر باشه. اگه کمتر از این میشه موجهای رادیویی که ما اصلا با چشم نمیبینیم. اگه بیشتر از این باشه میره تو بحث اشعه گاما و ایکس و فراورنفش و به قول معروف این اشعه که ما اینا هم نمیبینیم. پس این شد دوستان، ما با چشم خودمون هر چیزی هم نمیتونیم ببینیم به دلیل همین طول موج. یعنی چشم انسان حالا یه موجودات دیگه فرق کنه، مثلا یه عقاب ممکنه گستره دیدش با انسان فرق کنه، مثلا اون بین مثلا میگم 100 نانومتر تا مثلا 1000 نانومتر باشه، اون من نمیدونم، کاری هم بهش ندارم. میگم گستره دید انسان بین 400 تا 700 نانومتر، یعنی چیزایی رو میبینیم که طول موجشون بین این مقدار باشه. کمتر یا بیشتر از این مقدار باشه ما به هیچ عنوان نمیتونیم ببینیم. به خاطر اینکه شما موج رادیویی رو نمیتونید ببینید. موج رادیویی همونی که ما باهاش رادیو رو به قول معروف تو حالا پدر بزرگاتون دیدین رادیوهای قدیمی داشتن موج تکون میدادن، این در واقع میخواستن این طول موج رو پیدا کنن. یه چیزی بحث جالبی هم هست. نگاه کن دوستان، طول موج انقدر مهمه. خب نگاه کن، شما یه فرستنده داری، خب یه موجی رو داره میفرسته، این موج حاوی اطلاعاتیه، مثلا یه تصویر، یه صوت و تصویر همزمان با هم کار ندارم میفرسته. وقتی شما میخوای اینو بگیری باید با این طول موج هماهنگ بشی. اگه کمتر یا بیشتر از این بشه نمیتونی اینو دریافت کنی. موجهای رادیویی، حالا موجهای اشعه فراورنش که مال خورشید از یو وی و اشعه ایکس و گاما اینا هستن که ما نمیتونیم با چشم ببینیمشون ولی وجود دارن. پس میخوام یه نکته بهتون بگم، هر چیزی رو که ما با چشم نمیبینیم بنابراین این نیست که وجود نداره، ما نمیتونیم اونا رو ببینیم. پس به ماورا باید ما اعتقاد داشته باشیم، ما خیلی از چیزا رو نمیتونیم ببینیم. دوستان این شد از بحث این جلسمون درباره به قول معروف AC DC و زمانتنا و فرکانس، طول موج. یه چیزی مونده، اینم حالا اگه زمانی داشته در حد دوست دارم میگم خدمتتون، جریان های سه فاز. نگاه کن دوستان، جریان سه فاز چیه؟ اول از همه بگم ما تو نیروگاه برق رو به صورت سه فاز تولید می‌کنیم. چرا به صورت سه فاز می‌ذارم؟ برای جلسه بعد، الان وقتش نیست. خب جریان رو اینو بدونی، خروجی این ژنراتور تو نیروگاه سه فازه، یعنی سه فاز به ما سه فاز میده. خب حالا سوال پیش میاد، میگه خب خیلی اسمشون میگیم سه فاز، میخوایم ببینیم به چه صورت. نگاه کنید دوستان، ما حتی میتونیم جریان رو به صورت 4 فاز، 5 فاز، 7 فاز، 10 فاز هم تولید کنیم. اما چرا این کارو نمی‌کنیم به صورت 3 فاز تولیدش می‌کنیم؟ این نیست که فقط ما بتونیم 3 فاز تولید، گفتم تا 10 فاز هم میتونیم ما تولید کنیم، مثلا جریان داشته باشیم 5 فاز باشه. خب ولی چرا ما تولیدش نمی‌کنیم؟ دلیلش اینه نشستن بررسی کردن، دیدن مثلا 4 فاز باشه یه معایبی داره، 5 فاز باشه یه معایبی داره، 6 فاز باشه یه معایبی داره. اومدن این مقدار رو به قول معروف با 3 فاز
دیگه به سفاز کریستن گفتن دیگه این خوبه، این یه معایبی نسبت مثلا مزایش به معایبش خیلی بیشتره. پس گفتن آقا ما جریان رو بیایم به صورت سفاز تولید کنیم. فقط خواستم اینو بهتون بگم که جریان‌های سفاز با خروجی این ژنراتورهای تو نیروگاه رو کلا سفاز داریم تولید می‌کنیم. جدای از بحث فقط گفتم پنل‌های خورشیدی دیگه خبری از سفاز نیست. اینا رو ما کلا مثبت منفی برق دی سی تولید می‌کنیم. به خاطر اون میگم با اینا فرق داره. یا مثلا شما از روش پیزو الکتریک استفاده می‌کنید دیگه این سفاز نیست. اینا کلا برق دی سی یا مستقیم هستن که خدمت شما شرح دادیم. خب پس جریان‌های سفاز این شدن که خروجی تمام نیروگاه‌های مثلا بخار، آبی، نمیدونم هسته‌ای و اینا کلا سفاز هستن. جلسه بعد ان شاءالله می‌پردازیم به اینکه سفاز چه مزایایی داره و چرا ما سفاز تولیدش می‌کنیم. پس گفتم بیشتر از سفاز هم ما میتونیم تولید کنیم ولی این کارو نمی‌کنیم چون یه سری معایب داره. همون سفازه به قول معروف جوابگوی کار ما هست. این بود از خلاصه این جلسمون. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. یا حق.